تلفیق لچک ترنج ایرانی با خیاطی مدرن اروپایی، همنشینی سنت و نوگرایی. در دنیای امروز که مرز میان فرهنگ‌ها در حال محو شدن است، هنر ایرانی با پیشینه‌ای چند هزار ساله هنوز زبانی جهانی برای بیان زیبایی و معنا دارد. از میان جلوه‌های گوناگون این هنر، نقش لچک و ترنج یکی از اصیل‌ترین نمودهای زیبایی شناسی ایرانی است، الگویی که توازن، تقارن و نظم درونی را با روحی شاعرانه درهم می‌آمیزد. تلفیق این نقوش با خیاطی مدرن اروپایی، توازن میان جزئیات سنتی و سادگی مدرن است. استفاده از رنگ‌های فیروزه‌ای، لاجوردی و طلایی در کنار طیف‌های خنثی و پارچه‌های ساختارمند اروپایی به خلق آثاری منجر می‌شود که نه تنها اصالت شرقی خود را حفظ می‌کنند، بلکه با زبان جهانی مد نیز سخن می‌گویند. این تلفیق تنها یک تجربه زیبا شناختی نیست، بلکه بازتعریفی است از هویت معاصر ایرانی هویتی که ریشه در سنت دارد، اما چشم به آینده دوخته است.